طبق خبرهای رسیده داستان کل تاجیکستان روزنامه‌نگاری شناخته و مخالف حکومت تاجیکستان داداجان عطاالله را عفو کرده است. البته بعد نشر این خبر آوازه‌ها و سر و صداها و البته سوال‌های زیادی به وجود آمد که آیا واقعا خود این روزنامه‌نگاری شناخته عفو را قبول میکند یا نه، به تاجیکستان برمیگردد یا نه. و حالا ما امکان خوبی داریم که این سوال‌ها را از خود این روزنامه‌نگار بپرسیم، چون مستقیما در خط قرار دارم. سلام جنابی عطاالله و امیدواریم یک صحبتی روشاد خواهیم داشت با شما. اصلا خبر عفو شدنتان را از کی فهمیدید و آن را چگونه ارزیابی میکنید؟ اول اینکه این خبر برای من غیر چشم‌دوش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی یک چی است معلومات گرفتن درباره عفو من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن، از پنجکت و خشتوارا گفتن که الکی در شهر آوازه است که من عفو کردن و الکی آمادگی دیدم برای پیشروز و استقبال من. یعنی شما به تاجیکستان برمیگردید؟ سوالی از همه مهم که میخوان دانند. ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هماندیش های من هستند. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم. خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟ من بران هستم که خودی همین یک جست، خودی همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبری تاجیکستان خود این یک عملی خوب است و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند بسیار آدم ابله، بسیار آدم ناسپاس باید بود که تو دست دراز نکنید. پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید، نه؟ هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد می شدم باز هم به همین راهی می رفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این دادا جان به اون راه قدم زده بود. ولی در این راه برای به من هجوم می کردن، سوءقصد ها تشکیل می کردن، زندان می کردن، ولی همه این را من همچون یک امتحان در راه وطن، امتحان در راه وطنداری میپذیرم. ببینید به هر حال این عفو است. خب شما که این عفو رو پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب‌هایی رو که به شما گفتن شما اون عیب‌ها رو قبول کردید. نه هیچگاه. من باز یک بار دیگر میگم که من فقط حقیقت رو میگفتم. من نه автомат دارم، نه کلاشنیکوف، نه تانک، نه توپ، نه یگون نمیدونم رزمنده یا چیزی دیگر. یگانه اسلحه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن این صرف میکردم. خب ببینید به هر حال منتقدان میگن با نظر داشت انتقادهای شدیدی شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی آن را اعتراف نکرده است. شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما. بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم اینا گمان میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یگون وقت در یگون لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند. یعنی میتوان گفت که انتقادهای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود، نه در موافقت با مقامات تاجیکستان؟ تماما. یک حکمت تاجیکی هست میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. من از سال 97 از سال 98 وقتی که بعدی اشتی حکومت و نهضت به دوشنبه آمدم من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام ایستگاه آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیون، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن
دهها و صدها مقاله های دیگر نوشتم. جناب عطاالله، در طول 2 سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا هیچ چیز ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کردید. سببش چی است؟ من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کاپی بسیار خیره و کاپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان رو میگیرد. اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟ ببینید، آنقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هرچی این روز از زبان همین مخالفت و نامخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس. یعنی شما تا هنوز مخالف حکومت تاجیکستان هستید، همینطور میشد گفت؟ من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمونم. من با آن باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه هم اون جایی که مردم زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی مردم، قسم کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. من یک سخن برای شما گویم. آنهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با آنها یک چیز میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را، و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است: دادا جان عطاالله. و یگان ارزش، من اینا ما به یگان چی عوض نمیکنم. خب ببینید، اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما درباره انتخابات چی نظر دارید؟ من درباره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم که در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و دموکراسی صورت نگرفته است. اگر برگشتید به تاجیکستان، شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟ تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی 2 روز گذشت، به یک خلاصه میبینیم، بعد نظر اون میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم. یکی در همین تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟ خب ببینید، اگر 2 پله ترازو رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید. پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید؟ و مثل خاصیت یورا که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت. ولی میدانم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولت آلمان، اروپا و هر کشور دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم در یک زندان اروپایی احساس میکنم. بدانید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چیز نوشته بودم که jest prawa boroться za rodinu, jest prawa umierać na rodzinie. حتی مرد در تاجیکستان، مرد در خانه خود، برای من این هم یکی از آرزوهای من است. اگر حکومت دعوت کند شامل میشوید به عضویت آن یا خیر، یا رد میکنید؟ گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبیوف بودن، من یگان بار نپذیرفته بودم و باز یک بار دیگر میگویم که من خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میتم به این شما. وقتی که از تیمور ذوالفقار، یک نویسنده خردمند و بزرگ، پرسیدن که فکر شما درباره دادا جان چی است،
او گفته بود که دادا جان اگر به جنت هم رود در آنجا یک اسیان تشکیل میکنه. خب ببینید به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که اوف شما و دیگر چهره های مخالفان و مناقض حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگویید؟ قدری نظر، قدری گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. ولی من تماما ساده لوح نیستم، میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواد که منفعت خودش داشته باشد. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان‌های دوشنبه، در باغ‌های خوجند، در روستاهای رشت اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم را درک میکند، بیشتر پیغام‌های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم. من میخوام یک سوال بدیم که پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟ ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخوام که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندار هم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. آزادی یک عروسی است که برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد، آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطن و در مسکو هم گفتن آزادی که من چندین سال در مسکو زندگی داشتم آسان نبود، اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آیین‌نامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد. هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستن که به وطن برگردن چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خوش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونید این رو بگویم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟ به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه این تربیه نسل نورس است، مسئله مکتب و معارف است. امروز وقتی که من با هموطنان خودم وا میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند، این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند، این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند، این گناه این جوانان نیست که آرزویشان، تمنایشان در روسیه گستربیت یا که در روسیه خانه رو بو، کوچه رو بو، ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناه تمام جامعه ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیام‌های به مردم رساندن یکی از وظیفه‌های مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورت‌های دوشنبه میبینم قریب مثل دوبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشک‌ها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرافراز نباشد. ببینید حکومت ظاهراً به فکر شما راضی نیست و بیشتری از روزنامه‌نگاران، شاید دوستان و مخالفانی که هستند این عقیده شما رو قبول ندارن، موقع تا اندازه عوض شده شما رو قبول ندارن، شما رو تنقید میکنند. یعنی چی چیز اونا فهمیدن که شما نفهمیدن که شما فهمیدید؟ گمان من فاجعه تاجیکستان در نبودن مکتب و معارف است. این بدبختی تاجیکستان
و اونایی که میگن که این مردم تروریست شدن و میگن که این مردم به حرکت‌های تروریستی جلب شدن و فلان و فلان، ریشه تمام بدبختی ها در همین مکتب و در معارف است. فکر میکنید حکومت به اصلاحات آماده است یا خیر؟ این از ما وابسته است، از روشنفکرای ما وابسته است، از ژورنالیستای ما، از سیاستمدارای ما. یگان کس در یگان کشور آزادی حرکت. اما وقتی که فرار مغزها است، صدها و هزارها از کشور فرار میکنند، اکریدیتاسیا مثلا به خبرنگاران رادیو آزادی داده نمیشوند، به خبرنگاران دیگر رسانه‌هایی که مستقلاً داده نمیشود، چیزی که هیچ وقت نبود. فکر میکنید این بیانگری چی است؟ میدونید یگان وقت نباید ناامید شد. همین فشارهای سیاسی یعنی مبارزه بدون خشونت، اگر ما توانیم که مردم به ما باور کنند، مثلا مثالش وقتی میخواستن نرخ اینترنت گران کنند، مردم که بیدار شدن به پا خیستن در پهلوی هم ایستادن، حکومت مجبور شد که این دست کشد. ببینید در حالی که هرچی بیشتری نفران حکومت رو تنقید میکنن، ضعف حکومت رو تنقید میکنن، از مشکلی ها میگن، شما برعکس مخالفان رو تنقید میکنید، چرا؟ باز یک بار میگویم که من هرچی درباره حکومت میدانستم گفتم و گفتن که من چیزی نوی نگفتم درباره حکومت، این درست است. ولی من یک زمان سکوت کرده بودم، از دور می نگریستم که این راهی که ما در آن قرار داریم در همین مکان و در همین زمان ما را به کجا میبرد، به منزل مراد یا به ناکجا آباد. این بود. ولی اون نفری که دعوای مخالف بودن میکند، مخالف بودن این ناراضی بودن نیست. مخالف بودن باید که دانی که یک سر و گردن از حریف خودت بالا است. پس حرف شما نسبت حکومت به آخر رسیده است، تمام شده است، حرفی برای گفتن نمانده است؟ یعنی من گفتم و باز میگویم که هر کمبودی که از جانب حکومت میشود من حتما گفته بودم و باز میگویم و این چنین از جانب مخالفت. برای چی من بیشتر از مخالفت چند است که میگویم. شما تصور کنید و خواهش میکنم که یک همین شنونده های شما، تماشابینای شما خودشون به جای من تصور کنند. تو در دوام 30 سال یک باغ میسازی با آب چشم، این باغ تو آباد میکنی و با این باغ تو وقتی که میوه میبیارد، وقتی که گل شکافان است، یک گروه شغال رو با هم میدارند و همه را برهم میزنند. یعنی منظور شما کی است؟ منظور من این بود که همین اپوزیسیون که ما ساخته بودیم، یک گروهی که نه به میدان وارد شدن، تماما با منفعت های خصوصی، به خاطر گرفتن پناهندگی، به خاطر زندگی آرام یافتن، به خاطر یک شاورما یا یک کلاه نو همه را برباد دادند. شاید زیرا برای اینکه نه همه را به این باغ راه میدهند. باشه، سوالتون نشوندم. شاید از اون سبب است که نه همه را به این باغ آباد و گل شکوفان راه میدهند. اینترنت بدبختانه بدانید یک گروه آدمای هستند که حیا ندارند. برای یک انسان، برای یک فرق ندارد، برای یک مرد یا زن از همه معیار اساسی این داشتن حیا است. وقتی که یک نفر حیا دارد، زبان تاجیکی، زبان مادری خودش نمیداند، برآمده به مردم شعار و مردم سخن یاد نمیدهد. یک آدمی که از حکمت بو نبرده است نمیبراید و به مردم اندرز نمیگوید اگر آدمی با حیا باشد. شما ببینید از یک جهت خوشبختی، از یک جهت بدبختی است که دسترسی به اینترنت، به یوتیوب، نمیدونم به سایت های گوناگون خیلی آسان است و هر کس میتونه کلاکه روشن کند و هر چیزی که میخواهد از همون کوزه شکستش، از همون آب گلین به مردم پیشکش کند و این البته نفرت مردم میبرد. سپاسی فراوان برای صحبت. برای شما کامیابی میخواهیم و تشکر که فرصت خود را یا وقت خودتان را برای صحبت با ما جدا کردین. موفق باشید. سپاس. خدا به همراه.